سلام دوستان، غذای امروز ما تدشین مرغه. من مرغا رو با پیاز و موادی که تو کپشن براتون گذاشتم مزه‌دار کردم. برنجمون رو آبکش میکنیم. من از تردیگ سنگک استفاده کردم. یک لایه برنج رو میریزیم، بعد یه دونه سیب زمینی میچینم، بعد مرغای مزه‌دار شده رو کف قابلمه میچینم. این غذا حدوداً 7-8 ساعت باید زمان میبره خوب دم بکشه تا مرغ پخته بشه. خیلی از گوشت استفاده میکنن، من اینو با مرغ امروز پختم براتون. زرشک و یا کشمش هم سلیقه‌ایه، هر کی که هر جور دوست داره درست کنه. امیدوارم که از این غذا خوشتون بیاد و لذت ببرید. نوش جان. سلام دوستان، غذای امروز ما تدشین مرغه. من مرغا رو با پیاز و موادی که تو کپشن براتون گذاشتم مزه‌دار کردم. برنجمون رو آبکش میکنیم. من از تردیگ سنگک استفاده کردم. یک لایه برنج رو میریزیم، بعد یه دونه سیب زمینی میچینم، بعد مرغای مزه‌دار شده رو کف قابلمه میچینم. این غذا حدوداً 7-8 ساعت باید زمان میبره خوب دم بکشه تا مرغ پخته بشه. خیلی از گوشت استفاده میکنن، من اینو با مرغ امروز پختم براتون. زرشک و یا کشمش هم سلیقه‌ایه، هر کی که هر جور دوست داره درست کنه. امیدوارم که از این غذا خوشتون بیاد و لذت ببرید. نوش جان.